جلسه که جلسه هفتممونه میخوایم این نوت جدید رو با هم دیگه یاد بگیریم، ببینیم اسمش چیه و کجا نوشته میشه. بریم بهت بگم. درود، من رضام، خواننده آهنگساز در ستار ستار. اینجا کانال یوتیوب منه. اینم جلسه هفتم ستار از صفرمونه یا ستار از مبتدی، هر چیزی که میخوای اسمشو بذار. دوباره توی این جلسه برمیگردیم به کتاب جلال ذوالفنون، اما از صفحه 24 گذر میکنیم چون که اطلاعات جدیدی خیلی توی اون صفحه نمیده و نه نوت جدیدی یاد میده نه ریتم جدیدی یاد میده، فقط تمرینه. خیلی خوبه اگه خودت بشینی اونو تمرینش بکنی و برات مرور بشه درس‌های گذشته. میریم توی صفحه 25 که میخواد یه نوت جدید یاد بده. نمیشه پوزیسیون می. پوزیسیون می یعنی که انگشت اول تو حالا بذاری روی نوت می. چیزی که از اول کتاب تو الان یاد گرفتیم توی پوزیسیون ر بود، یعنی انگشت اولمون روی نوت ر، انگشت دوممون می، انگشت سوم فا. پوزیسیون اول یا دستان اول تو کتاب حسین علیزاده اینجوری ترجمه شده که میگه دستان، موقعیت اول. ر می فا. حالا اگر انگشت اولمون بیاد روی نوت می، انگشت دوممون فا رو بزنه، انگشت سوممون باید یه نوت جدیدی رو بگیره که ممکنه توی ساز تو پرده نهم بشه یا پرده دهم بشه یا پرده 11 بشه، بستگی به تعداد پرده‌ای داره که اینجا فاسوری میبندی یا نمیبندی، یا ر بمول اینجا میبندی یا نمیبندی. میتونی از روی صداش یه ذره پیدا بکنی. حالا اگر شک داری که دقیقاً ساز چند پرده است و کدوم پرده میشه، به تعداد پرده خیلی اعتماد نکنی و سول اسمش و دقیقاً صدای همون سول سیم وسطمون رو میده، البته تو یه اکتاو بالاتر. ببین داریم یه سول، سیم وسط هم داریم یه سول. میبینی چقدر شبیه به همونه؟ پس یه راهش اینه که میتونی پیداش بکنی، صداشو تشخیص بدیم. طول سیمو اگر از شیطانک تا خرک در نظر بگیریم و به 3 قسمت تقسیمش بکنیم، 1/3 میشه دقیقاً اینجا. ببینید مثلا تو ساز من اگر اینجوری بگیرم یه وجب میشه دقیقاً و از این سوله بخوام دوباره یه وجب بیام جلو تا این سول پایین که بعدا اینو بهتون یاد میدم و دوباره از این سول تا خود خرک دقیقاً هم اندازن. پس 1/3 اینجا، 1/3 اینجا که این نوت جدیدی که میخوایم یاد بگیریم و 1/3 از اینجا تا خود شیطانک یا سر دسته. پس به 3 قسمت تقسیم میشه طول سیممون و انتهای 1/3 اول میشه این نوت جدیدی که میخوایم امروز یاد بگیریم که اسمش سوله و با انگشت سوم میزنیمش. تمرین اول صفحه 25 رو نگاه کنیم. میزان اول 4 تا دو نوشته، میزان دوم 4 تا ر نوشته که نوشته با انگشت 1 بگیریم، بالاش عدد 1 رو ببینیم. میزان بعدی 4 تا می نوشته ولی با انگشت 1، یعنی از ر به می باید با انگشت 1 همون حرکت کنیم جلو. میاد تو خط پایین 4 تا فا نوشته که با انگشت دوم حالا باید فا رو بگیریم و تو میزان بعدیش نوت جدیدی که داری میبینی نوتیه که روی خط دوم از پایین، روی 5 خط حامل، خط دوم از پایین نوشته شده و نوشته با انگشت سوم بگیریش، نوت سول، نوت جدیدی که امروز یاد گرفتیم، داریم یاد میگیریم. خب حرکت از ر به می و از می به ر توی این صفحه و توی این مجموعه درس‌ها که پوزیسیون می رو حالا یاد گرفتی و میخوای بین پوزیسیون ر و پوزیسیون می رفت و آمد بکنی، خیلی مهمه. انگشت 1 مواظب باش که از روی دسته و از روی سیم حتی بلند نشه، کامل بچسبه، فقط سریع حرکت بکنه جلو، بیاد روی می، سریع حرکت بکنه عقب، بره دوباره روی ر. خب اجراش میکنم. این تمرین اولو نوشته دو 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 ر ر ر می می
بسته و بدون اینکه ریتم رو قطع و وصل بکنی یا تندش بکنی یا کندش بکنی عین من اجرا کن. تمرین دوم نوشته 4 تا دو، 4 تا ر، 4 تا می عین تمرین قبلی، 4 تا فا بعدش، بعد نوشته سول فا می ر، تو میزان چهارمش نوشته سول فا می ر دو ر، آخرش هم با دو ر دو تمام میکنه. درسته؟ خیلی ساده است، فقط میخواد این حرکت کردن رو بهت یاد بده. بگه سول فا می ر، راحت بدون اینکه آب از آب تکون بخوره از می بره حرکت بکنی و جریان ملودی تو ادامه بدی. یه بار کامل تمرین دوم رو اجرا میکنم، یه ذره با سرعت بالاتر تا هم سعی کنی خورده به خودت تکون بدی، سرعت رو بیاری بالاتر. ببین دو دو می 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 فا 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 سول فا می ر دو ر دو. یه دقیقه پاس کن و یه 2-3 دقیقه روش تمرین کن. بریم سراغ تمرین سوم. نوشته با انگشت اول اون نوت می رو بگیریم، یعنی اصلا از پوزیشن می شروع میشه. نوشته می سول فا می، شماره انگشتش هم دونه دونه زیر همه نوتا نوشته 1 3 2 1. جلوتر که میریم فقط پوزیشن رو مشخص میکنم و شماره یکی از انگشتا رو می نویسن، یعنی وقتی که نوشته انگشت اول رو بذاری روی نوت می، دیگه مشخصه که سول رو باید با انگشت 3 بگیری یا فا رو باید با انگشت 2 بگیری، دیگه بدیهیه. حالا فعلا برای دونه دونه نوشته، تو هم حواست باشه. بزن می سول فا می، همین الان یه میزان بعد از من تکرار کن. می سول فا می، بزن. آفرین. میزان دوم نوشته فا سول فا می، شماره انگشتم شده 2 3 2 1. یه بار گوش کن. بزنش همیالون. آفرین. پس شد 1 3 2 1 2 3 2 1. اینو به عنوان یه الگو در نظر داشته باش، الگو انگشت گذاری. 1 3 2 1 2 3 2 1. حالا همین الگو رو بریم تو پوزیشن قبلی، یعنی پوزیشن ر، اینجا هم اجراش بکنیم که 1 3 2 1 حالا میشه ر فا می ر. بزنش یه لحظه. آفرین. و میاد تو خط پایین، یعنی خط آخر صفحه 25. می فا می ر 2 3 2 1. بزنش یه لحظه. آفرین. میزن آخرش هم خودت بزن. می ر دو، همین الان بزن. مرسی. خب یه بار کامل تمرین سوم اجرا میکنم. می سول فا می فا سول فا می ر فا می ر می فا می ر می ر دو. همین، خیلی ساده است. حالا بریم تو صفحه 26. میخوایم با نوت چنگ آشنا بشیم. از اول تا اینجا نوتایی که داشتیم سیاه بود، یعنی همه نوتایی که میزدیم باشون یه ضربه پا میزدیم. درسته؟ هر صدایی که تولید میکردی یه ضربه پا، بعد نوت سفید اومد، یعنی یه صدایی که تولید میکردی 2 تا ضربه پا براش میزدی. حالا یه چیزی اومده نوت چنگ، یعنی پات وقتی که میره پایین یه ضربه میزنی، وقتی هم که برمیگرده بالا دوباره یه صدا تولید میکنی. یعنی با هر پایین بالا پایین بالا پا بزن لطفا. این پا زدنه میتونه بهت کمک بکنه، نمیخواد اذیتت بکنه، پدرکشتگی باید نداره، ولی داره بهت این راهکار رو میده که تو راحت ریتم درک بکنی و ریتم تو بدن خودت بندازی و خیلی خیلی میتونه جلو بندازه. اگه یه ذره سخته به خودت فشار بیاره که این کار حتما انجام بدی. پا بزن. پایین بالا پایین بالا پایین
بالا. این سیستم نوت چنگه. نوت‌های چنگ رو این شکلی می‌نویسن، دوتایی می‌نویسن و از بالا با یه خط به هم دیگه وصلشون می‌کنن. کتاب یه لحظه نگاه کن، صفحه 26 تمرین اول. هر سیاهمون از وسط نصف شده، تبدیل به 2 تا چنگ شده. یعنی تو کاسه‌ای که ما قبلا 4 تا سیب داشتیم، حالا 8 تا نصف سیب داریم. هر سیب رو از وسط نصف کردیم. خب وزن کاسه تغییر نکرده، فقط اون 4 تا سیب از وسط نصف شدن. یعنی اون 4 تا سیاه ما الان تبدیل شده به 8 تا چنگ. هر سیاه به 2 قسمت تقسیم شده و از بالا با یه خط به هم دیگه وصل شدن که گمش نکنیم، جداشون نکنیم. می‌بینی از بالا با یه خط به هم دیگه وصل شدن و ما می‌دونیم این الگو رو باید توی یه ضربه پا اجرا کنیم، در زمان یک سیاه اجرا بکنیم. 2 اول زمانی که پا میره پایین، 2 دوم زمانی که پا میاد بالا. 2 2 2 2 2 2 2 2. اوکی. 4 تا سیاه رو قبلا اینجوری میشمردیم، میگفتیم 1 2 3 4. زمانی که پامون میومد بالا یه مسافر میزد پایین، خالی برمیگشت بالا، درسته؟ پامون میومد بالا هیچی نبود، سکوت بود. حالا میگیم 1 و 2 و 3 و 4 و یه عدد مسافر میزنه میره پایین، یه و مسافر میگیره برمیگرده بالا. تمام مسافرایی که میگیره برمیگرده بالا اسمشون و عدد 1 رو میبره پایین، یه و میگیره میاد بالا. عدد 2 رو میگیره میره پایین، یه و میگیره میاد بالا. 3 همینطور، 4 همینطور. خیلی ساده. حالا به قضیه نگاه کن. بعضی وقتا لازمه که ذهنتو بشوری. هی مثلا اگه این روش رو متوجه نشدی بی خیالش بشی بری سراغ یه روش دیگه. من سعی می‌کنم به چند روش مختلف اینو برات توضیح بدم. خیلی آسونه. ساده ترین حالتش اینه که شفاهی بهش نگاه بکنی. پا پایین، پا بالا. پا پایین، پا بالا. اوکی. میزان اول رو بزن. 1 و 2 و 3 و 4 و میزان اول تمام شد. 8 تا 2 بود که یکیش پایین، یکی بالا، یکی پایین، یکی بالا. میزان بعدی ر رو میگیره. 1 و 2 و 3 و 4 و میزان بعدی با انگشت دوم، نمیخواد پوزیشن فلان عوض کنه، با همون انگشت دوممون می رو میگیریم. داره کم کم برات جا میفته. 1 و 2 و 3 و 4 و میبینی با کل بدنم دارم میرم پایین میام بالا. این ریتم رو میخوام تو کل بدن تو هم بندازی. این رفت و برگشت نوتای چنگ رو درکشون کن، حسشون کن، تا اینکه بعدا وقتی که این چنگا دارن کنار یه سیاه قرار میگیرن تو صفحه روبرو میبینی، بتونی اینا رو از هم تفکیک کنی. سیاهایی که یک ضربن، زمانی که فقط پا میره پایین و خالی برمیگرده بالا، میبینی اینا سیاهن. حالا چنگ میشه وقتی که میره پایین و میاد بالا، پایین بالا، داری صدا تولید میکنی، ولی سیاه بالا اومدنش ساکته. میبینی؟ سیاه سیاه، چنگ 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 چنگ، سیاه سیاه سیاه. میبینی؟ چنگ 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 چنگ. خب اوکی، کجا بودیم؟ به فا رسیدیم. تمرین اول بزن 1 و 2 و 3 و 4 و میاد تو خط سومش دوباره میرسه به می. 1 و 2 و 3 و 4 و میزان آخر ر. 4 و 2. حتی اون میزان یک مونده به آخر بود و این دو سکوت و سکوت
میشه میزان آخر. با کلیات نوت چنگ میخواد تو این تمرین آشنات بکنه. فقط تو تمرین اول بین میزانا وقفه ایجاد نکن، همه رو یه تک بزن. 8 تا دو، 8 تا ره، 8 تا می، 8 تا فا، دوباره 8 تا می، 8 تا ره و 2 تمام. خب اون علامتی هم که میبینی دو تا خط با دو تا نقطه انتهای میزان یکی مونده با آخر، علامت تکرار بزرگه، یعنی به اونجا که رسیدی دوباره از اول تکرار بکنید تا اونجا. خب بریم سراغ تمرین دوم. نوشته تو پوزیشن می باش، یعنی با انگشت اولت نوت می رو بگیر. میزان اول چی نوشته؟ 1 و 2 و 3 و 4 و می سل می سل می سل می سل. شد میزان اول 4 تا می سل. میا پایین، سولا بالا، پا پایین، پا بالا، پایین، بالا. میزان دوم چی نوشته؟ دوباره نوشته می سل می سل، یه می سیاه و یه سکوت سیاه. 4 تا نوت چنگ نوشته می سل می سل می سکوت. کل خطا اگه بخوام رو هم بزنیم اینجوری میشه 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و سکوت. و میزان خط بعدی 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و سکوت. و اومده روی رفا 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 رفا. میتونی علامت رفت و برگشت پاتو تک تک زیر همه چنگا بنویسی که گمش نکنی. خط سومش نوشته دو می دو می، درسته؟ دو دست باز، می با انگشت دوم. وقتی که میخوای می رو با انگشت دوم بگیری نمیخواد دیگه ر رو قبلش بگیری، بذار ر آزاد باشه، فقط اینجوری بگیرش. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 و خب توی تمرین سومش میاد تقریبا همینو یه چیز دیگه هم بهش اضافه میکنه، یعنی چیز جدیدی نیست، همون تمرین بالاه یه چیز کوچولو بهش اضافه کرده. حالا میخواد انگشت دوم هم درگیر بکنه. یه بار فقط نگاه کن، گوش کن. نوشته می سل فا سل می سل فا سل می سل فا سل می. اولا که ببین چقدر قشنگ داره دست چپ تو و انگشت دست چپ تو درگیر میکنه. 1 3 2 3 و اینو 3 بار تکرار میکنه. می سل فا سل، میگه می سل فا سل، 3 بار اینو بزن. میگیم چشم. یه بار، 2 بار، 3 بار و نهایتا روی می وای میسه. حالا این نگاه به نوتش بنداز. می سل فا سل، نصف میزان اول تموم شد. می سل فا سل، میزان اول کامل تموم شد. میریم تو میزان بعد، دوباره می سل فا سل می. خب بر خودت سادهش کن. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و سکوت. و همینجا اگر هنوز گیر داری روی این، هنوز متوجه نشدی و اجراش برات سخته، همینجا روی خط اولی خورده بمون، یه 2 3 بار 4 بار 5 بار تکرارش کن تا کامل برات جا بیفته. چون که خط دوم دقیقاً همینه، فقط رفته تو پوزیشن عقب‌تر. ر فا می فا ر فا می فا ر فا می فا ر. خیلی قوی میکنه دستات این تمرین، خیلی تمرین خوبیه. و خط آخر دو می ر می دو می ر می دو می ر می
تمرین سوم که 3 تا خطه، پیشنهاد میکنم حفظش کن یه بار و سرعتش رو آروم آروم ببر بالا. یه بار حفظش کن، کتاب ببند بذار کنار، سرعتش رو آروم آروم سعی کن ببری بالا. و وقتی که داری سرعتش رو میبری بالا سعی کن مضربات هم حالا راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ راست، می سول فا سول می سول فا سول می سول فا سول می. مضربات رو رها و آزاد بزن، چپاتو قشنگ پشت ناخن رو بخوابون روی همه سیما، بذار قشنگ رفت و آمد بکنه، باز مضراب بزن، بستش نکن، محدودش نکن. فوق‌العاده عالیه و خیلی میتونه بهت کمک بکنه که سریعتر پیشرفت بکنی، هماهنگی دست راست و چپت با هم دیگه بالا بره. امیدوارم که ازش لذت ببری. تا اینجا جلسه هفتمون میبندیم. هر سوال داشتی توی کامنت ها میتونی ازمون بپرسی. لایک هم یادت نره. مراقب خودت باش. فعلا خدا نگهدار.